از امضای سازشنامه صلح تاجیکان 20 سال گذشت، سندی که یک صحیفه سیاه و فاجعه بار مردم تاجیک را ورق گردان کرد و بعد از 5 سال جنگ صلح را به کشور برگرداند. در این 20 سال اقتصاد اندک به پا خیز هرچند مشکلات زیادی وجود دارد و بیشتر هم شده است. درباره سبب‌های جنگ و صلح تاجیکان صحبت داریم با جان هزرشو، پژوهشگر بریتانیایی که چند سال در تاجیکستان سبب‌های مناقشه و عامل‌های ناامنی را تحقیق کرده است. به برنامه ما خوش آمدید. شما مسئله پیشگیری از مناقشه در تاجیکستان را زیاد تحقیق کردید، با مردم منطقه‌های گوناگون سر از کلوب تا غرب و دیگر منطقه‌ها صحبت داشتید. به نظر شما سبب‌های اصلی جنگ در تاجیکستان چه بود؟ تنزل اقتصادی، محل‌گرایی یا عنصرهای بیرونی؟ My impression is that a whole group of things came together at the end of the Soviet Union, and it was these. با عقیده من بعدی از هم پاشیدن اتحاد شوروی تمامی عامل‌ها جمع شدند و جنگ شهروندی را به بار آوردند. با شمول تنزل اقتصادی، رقابت بین الیت‌های منطقوی برای حکومتداری و هم حکومتداری بی‌مسئولیتانه رئیس جمهور آن زمان رحمان نبیف. شما در تحقیق خود میگویید که مردم تاجیکستان از صحبت درباره جنگ بیزارند و آماده هستند همه سختی ها را برای حفظ ثبات تحمل کنند. و از آیا حالا هم چنین است یا تغییر خورده است؟ با عقیده من نظر عموم در تاجیکستان این است که ما باید از سیاست در کنار باشیم. البته تاجیکستان بسیار با مهاجرت پایبند است و بسیاری از مردم و به خصوص جوانان زیادی در کشور نیستند یا میخواهند کشور را ترک کنند. با چنین حال بحث درباره جنگ‌های گذشته مشکل است. مردم از سیاست می‌گریزند. با فکر من مردم تاجیکستان یکی از سیاست گریزترین مردم در جهان شده‌اند. ما از بعضی تحلیلگران و مقامات میشنویم که صلح تاجیکان یکی از مدل‌های موفق صلح سازی سازمان ملل و نادر هم است. شما هم به این گفته موافق هستید؟ I think the peace process itself from around about 1990. با فکر من خودی جریان مذاکرات صلح در تاجیکستان در رسیدن به سازش فوق‌العاده موفق بود. ما باید این جریان را هم به اینابت بگیریم که گروه‌های مسلح به حکومت می‌پیوستند و حکومت امام علی رحمان به تأسیس ائتلاف نیروها شروع کرد. زمانی که وضع کشور بسیار ناآرام بود، حکومت وادار شد با نیروهای مخالفان مصالحه کند. این خود یک جریان بسیار موفق بود که طرفها زبان یافتند و سازش رسیدند. میانجیگری خوب صورت گرفت و جامعه بین المللی هم از آن حمایت کرد. ولی این جریان صلح سازی نیست. جریان صلح سازی روند طولانی تر است که باید نارضایتی طرفها را به اینابت بگیرد. نیروهای مختلف در قدرت سهم داشته باشند و با هم مکالمه کنند. در تاجیکستان این چیز صورت نگرفت. حالا پس از 20 سال خطر جدی‌ترین به امنیت تاجیکستان کدام‌هایند؟ بی‌ثباتی در افغانستان، مشکلات اقتصادی یا عامل‌های دیگر؟ These are very different kinds of causes of instability. عامل‌های گوناگون ناامنی وجود دارد. سالهای طولانی از زمان به دست آوردن استقلال در تاجیکستان می‌گفتند که افغانستان شاید سبب بی‌ثباتی بشود، ولی مدت طولانی که این به واقعیت تبدیل نیافت. البته افغانستان خطری امنیتی است. شما وقتی یک همسایه دارید که جنگ داخلی درازی دارد، البته خطر است. ولی شما اینجا مثل افریقا و بعضی از بخش‌های افریقا جنگ فرامرزی را نمی‌بینید. من واقعاً از آنجا خطر جدی را نمی‌بینم، به شرطی که در افغانستان جنگ وسیع مقیاس صورت نگیرد. به خصوص جنگ‌های شدید در شمال افغانستان که سبب بحران پناهندگان شوند. عامل‌های ناامنی وجود دارند که در دراز مدت به امنیت تاجیکستان تأثیر می‌گذارند. اقتصاد درست مدیریت نمی‌شود. وضع پولی ملی و بانک‌ها فوق‌العاده بد است. در آینده دراز مدت چنین وضع می‌تواند سبب بی‌ثباتی شود، ولی برای آن نیز باید نیروهای مخالف وجود داشته باشند که ضدیت نشان بدهند. ولی ما علامتی از این نمی‌بینیم و من آشکار می‌گویم کسی انتظار ندارد که در تاجیکستان در آینده مخالفت‌ها به وجود بیایند.
در تاجیکستان توندگرای اسلامی را یکی از خطرهای بدترین برای امنیت کشور می‌دانند و از جمله آنهایی را که به جنگ‌های سوریه و عراق رفتند به مثل هزاران نفر از جوانان تاجیکی به صف گروه دولت اسلامی پیوستند. 1000 نفر. در صورت بازگشت آیا آنها می‌توانند برای امنیت تاجیکستان خطر ایجاد کنند یا اصلا دیگر بر نمی‌گردند؟ دشوار است گفتن در این باره و تا حال ما دیدیم که فقط به تعدادی کمی تاجیکان میسر شد که به کشور برگردند. ولی من فکر نمی کنم که آنها قادر باشند کاری را هماهنگ کنند و یا گروه خود را در داخل کشور تأسیس بدهند. اما حکومت با استفاده از نام گروه دولت اسلامی ترس برمی‌انگیزد و با همین بهانه سیاست سختگیرانه امنیتی را پیش میبرد. جلب تاجیکان به گروه دولت اسلامی فقط از طرف گروه‌های خاص تاجیکان صورت نمیگیرد، بلکه آن یک شبکه بین المللی است که از کشورهای گوناگون مردم را جلب میکند. آنها هیچ ارتباطی با داخل تاجیکستان ندارند و بازگشت به کشور و تأسیس دادن گروه به نهایت مشکل است، چون نظارت شدید حکومت اجازه نمیدهد. دیگر اینکه مردم اسلامگرایان را خوش ندارند و برای همین هر گونه علامت‌های بد را به مقامات خبر میدهند و هم میترسند که اگر خبر ندهند خودشان هم به چیز متهم میشوند. And they will be afraid that if they don't do that, they themselves might be accused of something.